ساعت 3 بامداد بود. نیما با صدای تق تق آرامی از خواب پرید. ابتدا فکر کرد صدای باد است، اما دوباره شنید. تق تق منظم‌تر شد، انگار کسی با نوک انگشتان به شیشه میزد. از پنجره به بیرون نگاه کرد. کوچه تاریک و خالی بود. اما زیر تیر چراغ برق شکسته، سایه‌ای دید. سایه یک زن بود، ایستاده و بی حرکت. نیما نفسش را حبس کرد. زن هیچ حرکتی نمی کرد، فقط ایستاده بود. تق تق دوباره تکرار شد. این بار فهمید صدا از داخل خانه است. از اتاق خواب، سارا، دختر کوچکش. نیما با قلبی لرزان به سمت اتاق سارا دوید. در قفل بود. با شدت در را شکست. سارا در تختش خوابیده بود، اما اتاق پر از بوی تند خون بود. چشمش به میز کنار تخت افتاد. کارد آشپزخانه نیما روی آن بود. زیر کارد یک تکه کاغذ تا شده بود. کاغذ را برداشت. یک کلمه با خون روی آن نوشته شده بود، آمد. برگشت به سمت پنجره. سایه زن رفته بود. اما روی شیشه، از بیرون، اثر انگشت‌های خونین کوچکی دیده می‌شدند که از پایین به بالا کشیده شده بودند. همان تق تق‌های کوچک و منظم.